یک نفر واجب مقید در زمان معین و مشخصی که شریعت تعیین کرده بود انجام نداد، بعدا انجام داد، این کارش میگن چی؟ قضا. مثلا ما شما نماز میخوانیم، درست؟ در باب نماز این سوال بسیار پرسیده، همیشه همین را دقت بکنین. میگه نماز قضایی داره یا نماز قضایی نداره. این یک گپ مشهور است بین مردم و بسیار پرسیده هم میشه. نماز از جمله واجبات مقید است. قید چی داره؟ قید زمانی داره. و اگر یک نفر نماز قصدن ترک کنه، نماز چی ترک کنه؟ قصدن ترک کنه، برای ازی قضایی نیست. برای ازی قضایی نیست دیگه، ترک کرده برای خلاص بیگم همین مفهوم داره. نه، یعنی کار ازی به حد کار بزرگی است که امکان جبرانش نیست. این باید توبه بکنه. و حتی حدود فقهای که قائل و تارک کفر تارک نماز هستن باید اثر کلمه بخونه. دقت کردین؟ وقتی میگیم که بعضی از آدم مفاهیم میگه به غلط میگیره، نه فلانی میگه نماز میگه قضایی نداره، یعنی خیره دیگه، این مفهوم نداره، بلکه مفهوم گپش است که به حد این کار گناه خطرناک و بزرگ و کلان است که امکان جبرانش بیخی نیست. متوجه منظور گپ شدین؟ فقط در دو حالت نماز از پیش یک نفر قضا میشه که او را شریعت اعتبار داده. یکی که یک نفر فراموشش کرده باشه نمازه، و دومی که در خواب مونده باشه. دقت کردین؟ حالا طریق ادای شریعت چی گفته؟ هرگاه یک شخصی نماز فراموش میکنه یا در خواب میمانه، به مجردی که بیدار شد و به مجردی که یادش اومد بعد نماز خود ادا بکنه، اینی باز قضایی گفته نمیشه، یعنی الله براش این گناهگار محسوب نمیکنه. دقت کردین؟ هر وقتی که بود شریعت وقتی گفته بلا فاصله باید انجام شه. حتی ایده از فقها میگن که ولو در اوقات مکروه هم بود. مثلا شما نماز دیگرتان یادتان رفته، یک دفعه که یادتان میبینین که آفتاب در حال غروب کردن است، گرچه انجام نماز در وقت غروب آفتاب جایز نیست، اما این مسئله چون بسیار گپ مهم است بلا فاصله باید چی کنین؟ بر انجام از او باید اقدام بکنید. امی ذهنیتی که در بین یک عده از مردم هست که نماز وقتی قضایی میشه باز میگه برو باز میخوانم، نه مشکل همیز نماز قضایی مثلا شب نماز صبح بیدار نشده، علی که بیدار اقدام نمیکنه برای خواندن از او، این گناهگار میشه. میگه برو باز میخوانم، با نماز پیشین باز میخوانمش، این شخص چی میشه؟ گناهگار میشه. بلکه به مجردی که بیدار شد باید بر ادای واجب چی بکنه؟ اقدام بکنه. برخلاف روزه، در مورد روزه نه این قید وجود نداشت، اما در مورد نماز این قید را خود شریعت تعیین کرده. پس هرگاه یک شخصی بر اساس به اصطلاح فراموشی یا بر اساس خواب یک نماز از پیشش میمانه، با مجردی که به یادش آمد یا با مجردی که از خواب داشت بعد بر ادای نماز چی بکنه؟ اقدام بکنه. تأخیر در ادای نماز ولو وقتش گذشته جایز نیست. چرا این کارا مردم میکنه؟ میگه که خب حالا قضا شد دیگه، چی فرق میکنه که ما حالا بخونم یا که نماز دیگر بخونمش؟ اما تو میگن نه، فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون شریعت تعیین کرده. اما در مورد قضای روزه این قید شریعت نگذاشته. دقت کردین ان شاء الله.